تا حالا به صدای درونت گوش دادی؟ اینکه کودک تو صرفاً یک دانش آموز یا یه رفتار نیست. اینکه بچه‌های ما یک وجود با ارزش الهی هن که اومدن تجربه کنن و راه خودشونو پیدا کنن و ما انقدر درگیر دغدغه ها، روزمرگی ها و فعالیت هامون میشیم که یادمون میره مسیر تربیت یه مسیر همراهیه، نه یک مسیری که فقط کنترل رفتار میکنه. ما اینجا میخوایم از تربیت صحبت کنیم، تربیتی که از درون میجوشه، از اتصال، از معنا، از حضور. بنابراین میخوایم به خودمون کمک کنیم که توی این مسیر تربیت رو از سطح رفتار به عمق معنا ببریم. بنابراین تربیت نیاز به کنترل رفتار نداره، نیاز به فهمیدن داره.